ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار چهارم. زفر یک آه کشیده باز به گپی خود دوام کرد. یک تخت زمینی حاصل خیزی که در آفتاب برای زمین های توست از آن پدری من بوده است. رحمتی پدرم همین زمین ها را به من نشان داده، چنان شده به دست زیبای گذشتن آنها را حکایت می کرد. از روی گفته پدرم وقتی که وی می خواهد خاندار شود، بای با وی غمخوری کرده پول قرض می دهد و پوشاکواری های تو را هم می دهد. غیر از این به هر معطلی و محتاجیش هم یارمندی می کند. وقتی که قرض پدرم وزینتر می شود، بای برای احتیاط زمین ها را حاصلگرا می کند. کم کم جستگاه و اسباب دهقانی هم از دست پدرم به دست بای می گذرد. پدرم که بود و نابودش از دست رفته، دست پایش از زمین و آسمان می کند، ناچار به خدمتی بای می درآید تا وقتی مردنش یک روز سیر باشد. درست گشنه مهنت سیاه کرده عمر می گذراند. بعد از سر پدرم من هم مانند یک غلام خانزاد بدل این آدم ماندم. جای رفتنی و کاری کردنی ندارم. ناچار خواه گشنه باشم خواه سیر کار این کس را می کنم. من عرق جبین می ریزم. دانه های گندم طلا رنگ نصیب این آدم می شود. من مهنتی سیاه می کنم. غوزه های سفیدی پخته را این کس در انبار خود می اندازد. به سبب بسیار کار کردن ایلیک های من خشک می شود. زغیر و کنجید به جواز این آدم در آمده روغن می گردد. همین پگاه به همان زمین ها جفت بسته بودم. همین واقعه ها به یادم آمده دود از دماغم برآمد. میخواستم یگان کسی باشد که با وی قدر درد و حسرت کرده اندک دلی خود را خالی کنم. هرچی تو از پیش برآمدی که 4 تا گپ زده باری خود را سبک کردم. زفر در آخر سخن خود: تو را از راه ماناندم، ببخش برادر. هرچی باشد بابای کارت را دانسته کن، گفته گوها را پیش انداخته به طرف خانه خوجینش رفت. بازار هم پس از شنیدن گفته های زفر از پیشترش زیادتر اندیشمند گردیده به طرف خانه خود روان شد. بازار با یک سر و 1000 سودا و با یک دل و 1000 خیال به خانه خود در آمد که بچهش گیره می کند و زنش مهرما. دمشین انا آتحت آمد، نان آورد گفته وی را آرامانیدنی می شود. وقتی که چشمی بچه به پدرش افتاد، از کنار مادرش جسته خود را در آغوش پدر انداخته: دادا جان، نان میخورم، نان آوردی، نانت کجاست؟ گویان جیب و بغل پدرش را کافتن گرفت. بازار: جانی دادیش، گوی دادیش، انا حاضر نان می آورد. آچش، جوال کجاست؟ یافته ده من به بچه کم یک جوال نان بیارم. گفت مهرما: راستی فکری نان را دیدن در کار است. بچه همین روزی آزاد نمک نچشیده است. از نان گفته گریه کردن کارش شد. بازار: از همسایگان یگان نان قرض می گرفتی نمی شد؟ مهرما: از کدام همسایه؟ از هر کدامشان 1 تا 2 تا نان قرض گرفتم. دوباره به قرض طلبیدن رویم نمی شود. بعد از گرفتن دادنشان هم معلوم نیست. از بی سارا 2 روز پیش از این 1 تا نان قرض گرفته بودم. این روز که بچه بسیار گریه کرد، باز برویم چرم کشیده به سر دیوار رفته: الهی برکه یابی، باز یگان تا نان قرض ده. گفتم
رویش را ترش کرده نانمان تمام شد. امروز خمیر کردنم هم معلوم نیست گفته به خانه‌اش در آمده رفت. بازار هرچی باشد یگان تا نان یافته به بچه خورم. من از بای وعده گرفتم یک جوال گندم میدهد، لیکن تا آسیا برده آرد کرده آوردن یک روزی دیگر میگذرد. یادگار تو پیش آچید نشین. من حاضر جوال را برده پر کرده نان میارم. گویان از جای خیست و جوال را گرفته از در برآمدنی شد. باز یک پای خود را پس مانده به زنش نگاه کرده. به تو یک مصلحت داشتم. بای گندم دادنی شده، لیکن میگوید که زمینهایت را حاصل گرو کن. من زنک حیران شده ایستادم که چی کار کنم. تو چی میگویی؟ مهرما هرگز این کار را نکن. بی وطن و در بدر میشویم. خب پس زندگی را چنو میگذرانیم؟ بسیار نه، کم. غمی خوراکواری را خوردن در کار قناعت میکنیم. یک نوکرده خود را به گندم پزی میرسانیم. اول که با یک خوراکواری کار بود نمیشود. برای گاو کنجارا و برای کیش تخم در کار است. دویم همین کم و بیش خوراکواری را هم کی میدهد؟ خودت یک تا نان را به قرض یافته نتوانستی و نمیدی هم میگویی. من در کاری های سالانه را بی خط و بی گروی چگونه به قرض میابم؟ مهرما هرچی باشد من به این کارت مصلحت داده نمیتوانم. خودی بازار هم از تگ دل به این کار راضی نبود، لیکن چاره دیگر نداشت. به زنش هم شاید یگان مصلحتی برایت گفته گپ زد. از این هم غیر از این کار را نکن مصلحتی فایده‌ناکی نبرآمد. بنابراین تنها به مرحمتی بای تکیه کرده به راه درآمد. بازار گویا به دریای بی پایان غرق شده و به رفتی آب تابی گردیده به در خانه بای رفته او را جیغ زد. بای برآمده دید که به دست بازار جوال است. دانست که کاری بازار خیلی تنگ است. زود آمدی؟ مگر با کسی مصلحت نکرده خودت گفته های مرا قبول کردی؟ گفته بای ضمیر دلی بازار را فهمیدنی شد. حاضر گندم را آسیا برم. بازار جواب داد. بچگان بسیار گرسنه بودند، فرصتی مصلحت نشد. فردا با یگان کس مصلحت کرده به شما جواب میدیم. بای قدر اوضاع خود را بیجا کرده. دادر کار دنیا این طور نمی شود. باید مصلحت کرده گبت را به یک جای مانده می آمدی. حالا هم جوال را اینجا مان، یک سری قدم به خانه ارباب رو مصلحت کرده بیا. بازار پسی سر خاران خاران پیش ارباب رفته واقعه را به وی گفت و از وی مصلحت جست. ارباب گفت در این کار چه جای مصلحت است؟ در دنیا کسی نیست که چیزی خود را بی خط بی دلپوری به کسی برآورده دهد. روی خاطری ما بود که پارسال بی خط بای به تو قرض داد. امسال هم اگر من روی اندازم بی خط می دهد. لیکن از روی شنیدی من کار خودش هم اندک تنگ است. این حال را البته به کسی ایثار نمی کند، لیکن من می دانم که در معامله هایش تنگی دارد. تو می بینی که بای هر روز 2 بخچه مالی بزازی را به اسب خود بار کرده. امروز کنگورد، فردا بلجوان، پس فردا به بازار دیگر برده می فروشد و هر هفته به کولاب یا دوشنبه رفته از آن جاها تای مال می آرد. تو گمان می کنی که خودش داد و گرفت و خرید و فروش می کند؟ نه، این طور نه. وی هم از بایهای دیگر و از کنتوران روس به وعده می گیرد. به بدل آن از زبانش خط می دهد. وثیقه های زمین و املاک خود را گرو می ماند. امسال از تو خطی گروی طلب کردنش برای این است که خطی تو را هم به گرو مانده به یگان درد خود درمان کند. اگر نبای در دل خود هیچ مادر به خطایی ندارد. بای آن گونه آدمی بدکردار نی که حیله کرده ملک کسی را از دستش گیرد. رو خط دادن گیر. هیچ پروا نکن. هیچ گپ نمی شود. نترس.
اگر بابای زمین در کار باشد، نیمه زمین مملکت بیکیش و بی صاحب خوابیده است. همانها را صاحبی کند نمی شود. در جای ما از زمین بیقدرتر چیز نیست. بازار پس از شنیدن گپ‌های ارباب قدری آرام گرفت، لیکن باز سخن زفر و این کار را نکنهای زنش به یادش آمده دلش می لرزید. لیکن اکنون هیچ چاره‌ای نبود و از روی افزای بای معلوم شده بود که همین یک جوال گندم را هم بی خط نخواهد داد. ناچار تا تبر آمده نکنده می آساید گویان بازار راضی شده به ارباب گفت: این طور باشد تو با من پیشی بای بیا و روزی خط دادن را معین کن، من هم زودتر گندم را گرفته به آسیا ببرم. ارباب: خب برویم. و هر دو پیشی بای رفتند. فصل 16. توی خزینه خداست. یعقوب بای موافق وعده خودش هیچ چیزش را از بازار دریغ نداشته، کنجاره گاو، تخم کشتی بهاری و دیگر چیزهای در کاری بازار را داده ایستاد. بازار هم چیزهای بای به قرض داده را یک چیزی رایگان نشمرده، قرض بودن وی را از یاد خود نمی برآورد و شب روز مانده شدن را به خود راه نداده کار می کرد. خوشبختانه آن سال هوا هم به بازار یاری داد. در وقتهای مناسب بارش های خوب شد، در وقتش آفتاب زمین را تفساند. در نتیجه حاصل از چشم داشت بازار و بای بر زیاد آمد. میرما هم موافق وعده خودش قناعت کرد. صرفه سری آتشدان بیه از سوداگری هندوستان گویان در هر کار صرفه‌جویی می نمود. میرما تنها با صرفه‌جویی کوشش خود را بس نکرد، بلکه در پهلوی شوهرش در آمده در پیش بردن کارهای دهقانی هم یاری داد. به همین طریقه در سال اول زیادتر از نیمه قرض بای از حاصلات دهقانی داده شده، بای هم به بازار خیلی اظهار مروت کرد. بازار: هیچ غم مخور، از بای قرض دارم گفته خودت را در تشویش نانداز. هر وقت خدا دهد و از خراجات روزگارات زیادتی کند میدهی. چیز دنیا پسند نیست، سلامتی و خاطر جمعی یکدیگر در کار است میگفت. با وجود این همه مرحمت ها و سوسگیری های بای، بازار قرض خود را سبک کرد. در سال دوم هم کار بازار بد نشد، دهقانی به اوج، پسرش هم به کارهای سبک یاری میدهد، آب و هوا هم سازگار. خلاصه گویا که بخت به کامی بازار گندم های درویده خود را پشت برداشته به خرمنجا خون می کرد. یادگار در پاچ پایه برزگار را می چرانید. در این وقت ارباب گذری راه بازار را دیده: مانده نشو، گویان به کنار زمین آمده در سایه درختی نشست. بازار هم سلامت باش گویان آمده ارغمچین و داس خود را به یک طرف گذاشته با ارباب واخوردی و پرسپاس کرده نشست. امسال کارت خوب می نماید، ارباب گفت. پسرت هم دستیار شده مانده است، زودتر دستش را حلال کن. بازار: اکنون 8 ساله شد، زندگی باشد پس از 1-2 سال امر خیر را پیش می گیرم. امسال باشد هر چیابم به بای داده قرض خود را سبک می کنم، اگر توانم تماما به بای واجب می گویم. ارباب: توی هم قرض است بسیار نی کم، یک چیز کرده از پیشی کلان خورد گذاشتن در کار است. بای باشد از آن خودی است، بچار من غله تو چشم دوخته نمانده است. بازار: دولتش را خدا زیاد کند، با امسال چیزی ندی هم میلش، بزن و فرزندت روزگار را بسیار تنگ مگیر، هر وقت زیادتی کند میدهی گفته به من تسلی داده گشته است. با وجود این امسال از قرض خلاص شدنم و پس از آن درستتر تیاری دیده از پیشی مردم گذشتنم در کار است. توی هم قرض است، لیکن قرضی به صبر است. 1-2 سال ثانیتر شود هم ضرر ندارد.
دیر آید درست آید گفتند. توی خزینه خداست، تو سر کنی خدا میرساند. هیچ پروا نکرده میاند را سخت بند. از همین سال دیر نمانان، فرزندت یک کپیسر است. زودتر دستش را حلال کرده به قطار مردم درار. خدا رساند پس از 2-3 سال سرش را به یگان جا بند کرده در پی خانه‌دار کردنش افتادن در کار است. بیچاره مادرش هم یک کدس شده ماند و هم کیلیم فرو آورده به مراد دلش رسد و یک فرزندش 2 فرزند شود. بازار خب پس و پیشم را دیده پس از آن به یک فکر می آیم. گفته این صحبت را به پایان رسانیدنی شد. ارباب همت در کار است، همت. اگر همت کنی خدا همش را می رساند گفته از جاش خیست و پسی کار خود رفت. بازار امشب این صحبت را به زن خود نقل کرد. مهرما که دیر باز به زودتر پیش گرفتن توی پسرش دلالت می کرد، سخنان ارباب را شنیده از اوله هم زیادتر به دلالت کردن سر کرد. ارباب راست گفته است، هرچی باشد این امری خیر را زودتر پیش گرفتن در کار است. این روز من و تو هستیم، فردا کی میداند کی هست و کی نیست. در وقتی کشاده بودنی چشممان دستی بچه را حلال کرده از پیش دست دشمن گذشتنمان بهتر است. بازار هرچند امسال توی کردنی نباشد هم با گفته های ارباب و دلالت های زنش به طرف توی کردن مایل شد و به خود اندیشید. در واقع اگر همین سال توی کنم خیلی سبک شده میگیرم. هر قدر دیر مانم همان قدر آرزو و هوس زیادتر و کار وزینتر می شود. باشد امسال قرض خود را طلب کردنی نی. اگر توی کردنی شوم در نیست که باز 5-4 قرض دهد. بازار را تنها یک چیز از همین سال توی کردن باز می داشت و یگان سقم تیار نکرده بود. یگان گاو یا جاندار دیگری را برای توی پروا کرده فربه ننموده بود. از جاندار تنها یک طاقه برزگاه دارد که همه ای کارهای دیخانیش به واسطه آن پیش می رود. بازار به همین اندیشه ها می گشت که روزی بای از پیشش برآمده او را با پیش گرفتن امر خیر توی پسرش مبارک بادی کرد. بازار اگر شما بله گفته استید همین سال کنم هم درست است، لیکن یگان جاندار ندارم که به توی کشم گفت. این جای هیچ اندیشه نیست. من یک مادگاوی نازای فربه دارم، همه را آورده کش، به جای آن برزگاه را برده ماند. از این سخنی پای دلی بازار لرزید، زیرا پس از نبودن برزگاه از زمین از دهقانی فایده نخواهد گرفت. بای این اندیشه بازار را فهمیده فوری به سخن خود علاوه کرد. غم مخور، در وقتی جفرانی باز گاو را مانند گاوی خودت برده زمینهایت را راندن میگیری، در پهلوی و یکی از گاوهای زیادتی مرا هم میبندی که طاقت جفت شود. تنها همین قدر می شود که گاو در حولی تو ایستاده کنجاره نمیخورد. اگر حق شناسی کنی گاه به جفرانی های من هم یاری میدهی. گفته به برهم دادن هر گونه شک و شبهه بازار کوشید. بازار در دل خود می گفت هر شک و شبهه‌ای که در حق بای کرده بودم بی اساس بوده است. این بر این آدمی خیرخواه در دنیا کم یافت می شود. گفته های زفر هم در حق بای بی تک برآمد. وقتی که بای به من اینقدر نیکی دارد توی را همین سال کرده، خلاص شدنم صلاح است. فصل 17 آشکینگاش. ماه قوس، آخری تیر ماه و اولی زمستان. با وجود این هوا فارم، آفتاب راه خود را دیگر کرده خیلی به طرف جنوب رفته از بالای کوهستان تاجیکستان دور شده باشد هم به سبب آرامی و صافی هوا تابشش اثرناک بود. درست است که در چند روز اولهای ماه عقرب
بادهای مخالف وزیده، بارانهای برف‌آلود باریده، درختان برگ‌های زرین خود را پرتافته عریان شده بودند و برای پوشیدن لباسهای پخته‌دار برفینی زمستانی آمادگی داشتند. بنابراین در قشلاق و کشتزارها تراوت و خرمی تابستانی نمانده بود. لیکن در وقتی که همه به سرماهای سخت انتظاری و حاضری داشتند، پرتوی چنین آفتابی گرم در مزاج عالم یک خرسندی از عادت بیرون و یک شادمانی بی محل میداد. اگر کسی دقت میکرد این شادمانی بی محل را در خانواده بازار هم دیده میتوانست. در حولی درون مهرما با زنان همسایه و همدیهه به نانپزی و آشپزی مشغولی داشت. کدبانو که در روزهای عزا هم شادمانی خود را آنقدر پنهان کرده نمیتوانست، در این روز، در روز آمادگی توی، البته هر کارش را بی شوخی، بی هزل و بی متایبه نمی کرد. ایوی گردید آچش، بعد طبق آش این گوشت چی می شود؟ حالا یک پرچه این را من میبرم که امکت خورده زور شده امشب حلاکی های مرا برارد، گفته برای زلستانی راه می جست. به جواب و یک کمپیر دیگر: رویت پوسد، به 50 در آمدی، هنوز هم شبکاری را آرزو میکنی؟ حالا با من چی شده است؟ خودت که به 70 در آمده ای، مگر دلت خرسندی را نمیطلبد؟ مگر کمپیر در آمد به 70 دید و در 70 را نشنیده ای؟ گفته کدبانو جواب میداد و زنان دیگر قاقا زده میخندیدند. در بیرون باشد خود بازار میهمانخانه میرفت، کورپچه پهن میکرد، بر روی حولی و تک دروازه تا سر کوچه آب میزد. معلوم بود که امشب در اینجا یک مورد و معرکه‌ای هست. هرچند میرما به خرسندی و شادمانی بی اندازه داده شده باشد هم، شادی بازار اندوهگینانه و اندیشمندانه بود. وی به سر دیوار و لبی بام ساعتی 100 بار نگاه کرده فرو رفتن آفتاب را انتظاری می برد. هر قدر که آفتاب بر فرو رفتن نزدیکتر شده، پرتوی سر دیواریش سستر و کمتر می شد، اندیشه و خیالات بازار هم زیادتر و سختتر می گردید. هر بار که چشمی بازار به تکی سواد افتاده، در آنجا برزگاوی خود را نمی دید، به فکر چگونه پیش بردن دهقانی سال آیندهش، موقتی بودن این شادمانی توی را حس می کرد. آفتاب فرو رفت، شام شد. گنجشکان هم که هر زمان خاکروبه ها را کافتکا و پراکنده کرده بیچاره بازار را به 2 باره 3 باره چارب زدن مجبور می کردند، در سوراخ‌های دیوار در آمده آرام گرفتند و بازار را هم به خیالات خودش آسوده واگذاشتند. بازار چراغ سیاه میهمانخانه را فروزانده بر روی چراغ پایه چوبی نهاد و خود به تک دروازه برآمده چشم برای آیندگان شده ایستاد. انتظاریش بسیار دراز نکشید. از طرف مسجد پیش دامالله امام، در پهلوی او یعقوب بای و از دنبال آنها 15-16 نفر کلان شوندگان قشلاق نمایان شدند. وقتی که آیندگان به حولی بازار نزدیک رسیدند، ارباب از صف جدا شده پیشتر آمد و در پهلوی بازار ایستاده میهمانان را پیشواز کرد. همه به میهمانخانه در آمدند. بازار کفش‌های میهمانان را پیش مانده خودش هم به میهمانخانه در آمد. به لب پایگاه 2 زانو زده دست پیش گرفته نشست. دامالله امام دست برداشته فاتحه خواند، دیگران دست برداشته آمین گفته ایستادند. امام دست بر رو کشید، دیگران هم قدم رسید بلا نرسد گویان دستها را بر رو کشیدند. بازار به پا راست شده دست پیش گرفته قد خود را خم کرده خوش آمدن گفت. دیگران سر خود را اندکی خم کرده با اشارت به وی جواب دادند. معنی این اشارت خوش وقت باش گفتن بود. بازار به حولی درون در آمده دسترخوان، نان و مویز برآورد. مؤذن قشلاق دسترخوان را گرفته پهن کرد.
پس از آن نانها را برداشته در پیش دامالله امام 2 نان و برای دیگران هر جا دسترس نان پرتافت و لعلی مویز را هم از دست بازار گرفته برای نان امام به قدر 2 مشت انداخت و برای دیگران برای دسترخوان کم کم ریخته برآمد. باقی مانده مویز را برای 2 نان زیادتی ریخته برای روی مال خود نهاد. غیر از یک نفری که زنم اگر پسر زاید نامش را صوفی شیرین مانده به قشلاق مؤذن میکنم گفته با مؤذن شوخی کرد. دیگران همه خاموش بودند. مؤذن چاینک های چا را جا مانده به پیشی هر چاینک یک پیاله گذاشت. دامالله امام 2 نانی در پیش خودش گذاشته شده را پیشتر کشیده به کنارتر دسترخوان برآورده ماند. پس از آن نانی در پیش یعقوب بوده را که او به پهلوی راستش نشسته بود دست دراز کرده گرفته پاره کرد و 1-2 پارچه‌اش را به پیش بای نهاده دیگرش را به نزدیکتری خودش گذاشت. امام یعنی مرحمت کنید گفته بای را به نانخوری تکلیف کرد. خود هم 1 لقمه نان را با 2-3 دانه مویز به دهان زد. دیگران هم نانهای در نزدیکی خودشان گذاشته را شکسته یکدیگرشان را گرید گویان تکلیف کرده نانخوری سر کردند. یعقوب با 1 پیاله چای را به دامالله امام دراز کرده تقصیر تویهای بخارای شریف خیلی به ترتیب می شونده افته سر کرد. دامالله امام بخارای شریف یک شهری پربرکت است. اگر یک مشکابی بخارا توی کند علما، فضلا، مشایخ و کلان شوندگان را خبر کرده عزت و احترامشان را بجا می آورد. علم هم در بخارا، شریعت هم در بخارا، معرکه و مورد هم در بخارا و خیر و برکه هم در بخارا است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم شب معراج بخارا را دیده البخارا و منی، بخارا از آن من است گفتند. بنابراین تا انقراض عالم در بخارا فتور راه نیافته در آنجا شریعت برقرار خواهد ماند. ترتیبناک و هنگامه‌دار شدن تویهای بخارا هم از همین شریعت پروری اهالیش آمده است. در کتاب‌های مذکور است که فرزند به گردن پدر چند حق دارد. یکم آن که باید پدر به فرزند خود از روی کتاب نام نیکو دهد. دویم آن که اگر پسر باشد با 2 گوسفند و اگر دختر باشد با 1 گوسفند در روز 8 تولدش عقیقه کند. سوم آن که اگر پسر باشد پیش از به بلاغت رسیدنش توی داده ختنه کند و اگر دختر باشد به شوهر دهد. توی را در کتاب‌های حدیث ولیمه می نامند. پیغمبرمان هم صلی الله علیه و سلم نویرگان خودشان را ولیمه کرده بودند. در وقت ختنه صلح کردن امام حسن و امام حسین در خاندان نبوت هیچ چیزی نبود. آن حضرت 1 عبای خودشان را با 1 میجر بی فاطمه به 1 یهودی گرا مانده به ولیمه صرف کرده بودند. این کار آن حضرت چقدر شرف و ثواب داشتن توی را نشان می‌دهد. در کتاب‌های مذکور است که اگر کسی با وجود فقیری و نابودگی توی کرده علما و فضلا را احترام کند، خداوند تبارک و تعالی فردا در روز عرصات در برابر هر دانه برنجی که به توی صرف کرده است کوشکی از بهشتی کرامت می‌فرماید که دیوارش از نقره، درش از طلا، قبه ها، حلقه ها و کنگورهایش از مروارید است. شما از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقов.